درود بر دوستان عزیز در نقد فارسی. امروز میخوایم با هم در مورد فیلم سال من در آکسفورد با هم حرف بزنیم و اگه شما هم داستانهای عاشقانه رو دوست دارید حتما به این اپیزود گوش بدید. بیایید با یه سوال شروع کنیم. چی تو سفر کردن است که اینقدر رمانتیکه؟ فکرشو بکنید دارید از یه شهر جدید دیدن میکنید که خیابونهای سنگ فرشده داره و کافه های دنج. اینجا دنیا بهتون یه فرصت داده که بتونید یه رابطه عاشقانه جدید بسازید. فیلم های رمانتیکی مثل تعطیلات رومی، تابستان، پیش از طلوع یا حتی یکی از مورد علاقه های من فیلم فقط تو همیشه ما رو به یک دنیای خیالی میبرن. من امیدوار بودم فیلم جدید سال من در آکسفورد هم بتونه همون حس جادویی رو بهم بده. اما خب بذارید بریم سراغ داستان. این امایی که گفتم خیلی باش کار داریم. این فیلم که کارگردانیش رو ایان موریس انجام داده، داستان زندگی آنا دلاگ ویگا رو دنبال میکنه که با بازی سوفیا کارسون انجام پذیرفته. آنا یه دانشجوی مشتاق کارشناسی ارشده که شغل پردرآمدش رو کنار گذاشته تا توی دانشگاه آکسفورد شعر دوره ویکتوریایی بخونه. حالا فکرشو بکنید داری توی یکی از معروفترین دانشگاه‌های دنیا درس میخونی، کتابخونه‌های قدیمی، سالن‌های پر از تاریخ. خیلی رمانتیکه نه؟ اما داستان از جای شروع میشه که آنا با جیمی داونپورت با بازی کوری میل کرست آشنا میشه. جیمی استاد خوشتیپه که اولش رابطهشون پر از جر و بحثه، ولی خب حدس بزنید این جرقه‌های اولیه خیلی زود تبدیل به یه عاشقانه پرشور میشن. حالا این دوتا تصمیم میگیرن فقط از لحظه لذت ببرن و یه رابطه موقت داشته باشن. جیمی خیلی رمانتیک و آنا یه نسخه اولیه از کتاب شعر سنت وینسنت رو بهش هدیه میده که خب کی میتونه جلوی این حرکت مقاومت کنه؟ اما مشکل اینجاست که آنا شک داره جیمی هنوز با کسای دیگه مثل سیسیلیا با بازی پاپی گیلبرت در ارتباط باشه. این وسط آنا باید تصمیم بگیره بمونه و به این رابطه شانس بده یا برگرده به آمریکا و شغل پردرآمدش رو دنبال کنه. این فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته جولیا ویلن و نمایشنامه‌اش کار مشترک آلیسون برنت و ملیسا آزبورنه. اما راستش رو بخواید سال من در آکسفورد رو یه جورایی حسی داستان جوانپسند معمولی رو داره. شخصیت ها انگار از یه قالب کلیشه‌ای در اومدن، خیلی شوخ و بامزن، رفیق حمایتگرن، یه دانشجوی گیج که نمیفهمه خودش عاشقه. اگه دنبال یه فیلم سبک و سرگرم کننده باشید حتما این فیلم رو نگاه کنید. ولی خب با توجه به لوکیشن آکسفورد و اون فضای رمانتیک انتظار بیشتری داشتم. دنیای آنا انگار خیلی سطحی ساخته شده حتی برای همچین داستانی. یه نکته مثبت فیلم اینه که یه موضوع جالب پرداخته، کشمکش آنا به عنوان یه آمریکایی توی کشور خارجی و همینطور تضاد بین آرزوهای مادرش برای موفقیت مالی و علاقه خودش به ادبیات و عشق. کاش این موضوع بیشتر باز میشد، چون تو فیلم فقط تو یه سکانس کوتاه و یکم ناجور بهش اشاره شد. حالا اگر نمیخواید داستان لو بره بهتر این قسمت رو یکم بزنید جلو، چون میخوام یه نکته مهم بگم. خب درست وقتی آنا داره حسابی عاشق جیمی میشه میفهمه که جیمی یه راز بزرگ داره، یه بیماری سرطان نادر که شانس زنده موندنش خیلی کمه. بله اینجا فیلم از یه عاشقانه شاد و سبک یهو میره به سمت یه تراژدی غم انگیز. این تغییر حال و هوای انگار یه سایه سنگین روی کل فیلم
و کل داستان میندازه. انگار یه دفعه از پیش از طلوع میریم به سمت فیلم یه عشق به یاد ماندنی، ولی با یه پایان نه چندان قوی. سوفیا کارسون و کوری میلکرسنت به عنوان زوج عاشق تو کتابخونه آکسفورد جذابه، ولی متاسفانه اون عمق احساسی که تو فیلم‌های مثل پیش از طلوع یا تابستان میبینیم رو ندارن. شیمی بینشون هم خیلی کمرنگه و این باعث میشه اون تغییر غم‌انگیز وسط داستان حتی سخت‌تر تحمل بشه. دیالوگ ها هم با توجه به اینکه شخصیت ها دارن ادبیات میخونن زیادی سادن. البته لحظات بامزه تو فیلم هست، شوخی های فرهنگی و شخصیت های فرعی که حال و هوا رو یکم سبکتر میکنن، ولی فیلم هیچ وقت نمیتونه از زیر سایه و افشاگری وسط داستان در بیاد. در کل سال من در آکسفورد یه تبلیغ خیلی خوب برای تحصیل خارج از کشوره، ولی به عنوان یه فیلم عاشقانه یک کم ناامید کننده است. اگه دنبال یه داستان رمانتیک هستید که حال و هوای آکسفورد رو نشون بده، این فیلم میتونه سرگرمتون کنه. ولی اگر مثل من دنبال یه عاشقانه عمیق و به یاد موندنی هستید، شاید بهتر باشه برید سراغ فیلم فقط تو یا پیش از طلوع. خب شما چی فکر میکنید؟ دیدن این فیلم تو لیستتون هست؟ من که خودم 2 ستاره بیشتر بهش نمیدم از 5 ستاره. برامون تو کامنت ها بنویسید یا تو شبکه‌های اجتماعی بهمون بگید. تا اپیزود بعدی هم مواظب خودتون باشید و همیشه دوستتون دارم. خدا حافظ.